13 دکامبر به مناسبت زادروز 85 امام اسماعیلیان جهان شاهزاده کریم آقاخان چهار رانندگان نقلیات جمعیتی در شهر خورخ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان به ساکنان به پول خدمت کردند. مظفر امامداد در فیسبوک خبر داد که امسال نه فقط رانندگان مرشروطکه و بلکه حتی رانندگان تاکسی نیز از مشتریان پول نگرفتند. هر سال در زادروز آقاخان روز به تخت نشستنش و همچنین در روز بار اول از بدخشان تاجیکستان بازدید کردن او رانندگان مرشروطکه و در خورخ به مردم به پول خدمت میرسانند. چند سال پیش همه را رفتار یک عروبکش بازار خورخ که نیز به شرف جشن وزیر امام در عروبش خدمت رسانی به پول نوشته بود همه را آنچنان به وجد آورد که برایش حساب خیریه گشوده مبلغ بزرگ جمع آوردند. روز 13 دکامبر شاهزاده کریم آقاخان چهار رهبر اسماعیلیان جهان به سن مبارک 85 رسید. آقاخان چهارم سال 1957 اینک 64 سال باز رهبری اسماعیلیان دنیا را بر دوش دارد و یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های جهان اسلام در عرصه دینی و سیاسی دنیای امروزه اعتراف شده است. 4 سال پیش سازمان ملل متحد جایزه سالانه پیشوای جهان را به 3 شخصیت و 2 سازمان از جمله به شاهزاده کریم آقاخان چهارم سپرد و او را یکی از چمپیون‌های رقم 1 در راه اصلاح جهان امروزه عنوان کرده بود. اکثریت ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان و ولایت بدخشان افغانستان نیز پیروی مذهب اسماعیلی بوده آقاخان را رهبر روحانی خود می‌دانند و حاضر امام نامش میبرند. شاهزاده کریم آقاخان بار اول ماه می سال 1995 از بدخشان تاجیکستان بازدید کرد و روز اول سفر او به این منطقه همچون روز نور هر سال جشن گرفته می شود.